شب قبل از شهادتشم سوره انفال آیه 17 اومد که و ما مؤمنان رو به پیامد خوشی می‌آزماییم. شهادت پیامد خوشیه ولی زجرآوره، خیلی زجرآور رو در می‌کشه برای اونایی که میمونن. تمام لحظات حسش میکنم کنار خودم، بوش رو حتی میشنوم، ولی چون با این چشم خاکی نمیتونم ببینمش یا صدای نازش رو بشنوم. خیلی آزار میده. خاک رو میبوسیدم میریختم روش، میگفتم تا ابد همسر من از طرف من ببوس. بخوایش گفتم تو چقدر از من خوشبخت تری که تا قیامت میتونی همسر منو در آغوش بگیری. واقعا گاهی از این دنیا خسته میشه، کفششو میپوشم حس میکنم که پاهم به پاهاش میخوام. خوشحالم از اینکه همسرم به شهادت رسیده، به اون چیزی که دوست داشت رسید. همسر من رو خیلی دوست داشت، به من رسید. شهادت رو دوست داشت رسید، کربلا رفتن رو دوست داشت رسید. من خدا رو خیلی شاکرم از اینکه همسرم به خواسته های دلش رسیده، خواسته های مادی نداشت. من به خاطر روی گل ناز همسرم تمام خواسته هایی رو که داشتم میبخشم.